با نام خدای مهربان سلام، نور، برکت، عشق و زیبایی در خاندانتان. امیدوار هستم همگی خوب و صحت و سالم و بردم هستید. برنامه نوبتی کتابخوان است و هم صحبت من هستند عالم ساحه فیزیکا، دکتر علوم تاریخ در بخش ستاره شناسی استاد خیال بابایف. استاد، با برنامه خیلی خوش آمدید. تشکر که دعوت رو پذیرفتید. یک عالم پرکار و کارکشته در ساحه علم و معارف امروز چه حال و احوال داد و زندگی رو چگونه پس سر میکنه در شهر دوشنبه؟ تشکر زیاد دلیر جان. بنده که در فاکولته فیزیکا و استرونومی دانشکده دولتی پداگوژی شهر مسکو تحصیل نمودم و با این رشته و با این ساحه سالهای زیاد است که علاقه‌مندی کارهای علمی تحقیقاتی و درس و سبق دارم. امروز در نفقه هستم و در اکادمی علم‌های ملی جمهوری تاجیکستان همچون سرخادم علمی در شعبه تاریخ علم و تکنیک این انستیتوت تاریخ، باستانشناسی و مردمشناسی فعالیت علمی خودم رو پشت سر می‌نمایم. از همون کار و فعالیتی که در بخش علم، دانش، کتاب که تهیه کتاب‌ها بود، رساله‌ها کردید، راضی هستید تا اینجایی که کار کردید از زندگی گذرانده خودتون همچون یک عالم، همچون یک نفری که محقق از کارهای کرده خودتون قناعتمند هستید؟ باید ابراز نمود که هر یک شخص برای کدام یک کاری آفریده شده است و مشکل است که تصادفی در یک ساحه خودت رو ساخته باشی و مشکل است که خودت رو در آن ساحه نمایان یا که نامدار کنی. تصادفاً در این کار نمی شود. در دیگر کارها تصادف وجود دارد. در علم، در تعلیم، در ساحه معارف هیچ وقت تصادفی باید نباشد و نشودم و با همین خاطر من طول این سالهایی که فعالیت هم علمی دارم، هم تعلیمی دارم، هم در ساحه معارف کشور سالهای مشکلی طولانی کارها هم کردیم. خیلی هم راضی هستم، زیرا که هم در رشد معارف، هم در رشد علم و شخصا در کارهای علمی تحقیقاتی خودم کوشش نمودم که برای کشور، برای مردم خودمون، برای جوانان خودمون یک راهنما، یک راه پیمایی رو براشون وادار سازم و توانم دل آنها رو به علم و معارف گرم کنم و شاگردهایی که در این رشته حمایت نمودند زیر راهبری ما، اینها هم نمونه نشانه از کار فعالیت من است و به همین خاطر من میتونم بگم که من از کار و فعالیت 40 ساله خودم راضی هستم. خب از خودتون راضی هستید، ولی از وضع علم در کشور، از وضع عالمان جوان و امروز که خیلی موضوعها در این بحث گفتگوها می شود، مردم تا جای ناراضی هستند، از ایرادها میگیرن، اونهایی که میدونن یا نادانسته این کار رو میکنن. ولی بیاد صادقانه و آشکار بگیم که خودتون تا کجا از وضع امروزه علم در آن بخش خودتون من در نظر دارم راضی هستید؟ در ساحه نجوم، فیزیکا، همین بخشی که خودتون کار کردید، تا کجا راضی هستید از وضع امروزه علم؟ یک حالت است، یک حالتی است که باید بود احترامانه و خاصه گفته شود وابسته به شکر. ما باید اولش از همه کاری که کردیم و همه حالتی که امروز داریم باید شکر کنیم. برای چی؟ برای که من میبینم تاریخ علمی کشورهای دنیا را میخونم، دوره‌های جنگ‌های گرجدنی روسیه را ببینین که علما همه سرنگون و سرسان و سرگردان. دوره جنگی دوم جهان را ببینید که تمام کشورهای اتحاد شوروی به این جنگ وابسته گشتند و از شهر لنینگراد و مسکو و دیگر شهرهایی که جنگ زده بودند از بلاروسیا علماشون فرستادن جنوب و تاشکند و دوشنبه و فرونزه امروزه بیشکک قرقیزستان که در اینجا زندگی فعالیت کنند در جای بخطر و کارهای علمی خودشون رو ادامه دهند. برای همین ما باید اول که در امروزه وضعیت علم و معارفی که هست اول شکر بگیم که علم و معارفمون بعد اون سال 1990 جنگ برادرکشی تحمیلی که با سر این مردم بیچاره از بیرون بار شده بود و مردمی که تیار نبود به دموکراتیا، مردمی که تیار نبود برای تنقید شنیدن، مردمی تیار نبود که برای اصلاحات وارد نمودن، این جنگ سر زد از نافهمی‌ها. اینجا گناهکار کردن هیچ کس خوب نیست، رو که ما خودمون تیار نبودیم و نمیفهمیدیم، هم نمیدونستیم که چی است. یک ایده را از بیرون میگفتن، با همون ایده همه میرفتن، مثل که همون یک پودک جو میرود تا پیش همون فرما گویم. برای همین امروز وضع علم و معارف اگر در ارزیابی بگذار میانه بگیم، بگذار خوب بگیم یا بگذار بد هم بگویم، یک گروهش یک جاش، همش شکر است و همش امکان پذیری اصلاح کردن و رشد دادنشون هست.
بعد مشکلی های دیگری هست که ما او را اداره کردن نمیتونیم، زیرا که بازار خودش طلبات خودش دیگر میکنن. اگر مقایسه در مقایسه هم گیرین، ما یک وقتا بگیم تا سال 2008 2009 10 معاش میگرفتیم با همون دوره بگیم با 4800 4900 عنوان داشتیم، وظیفه داشتیم، قریب که $1000 بود. بازار را نگاه میکردیم، بازار 1 کیلو گوشت 30 سوم بود. 1 کیلو گوشت 30 سوم بود، معاش ما 4800. خیلی پول کلان نیست. بله، چقدر گوشتی که میخوای بخر ارد میخری، پولی برق خونه رو به خونه رو 1 سالش هم میدادیم که هر روز نیاین، چون که معاش بسیار به سطح خوب بود و این چیزای بازار رو مطابقت میکنه. بله، این فرقیت و کلان رسخودی میگیم، این چیزایی که برای زندگی بودن پس بدن. اکن ببینین بازار سال زیاد شده است. امروز گوشت 100 سومانی شده است، معاش ما همون قدر از کم ترک زیاد شده، 40%. اینکه گوشت از 30 سوم تا 70 80 رفتن چقدر فایز است ببینید. و دیگر همون خرچ‌های خانه‌داری است، خانه راهگیرا است و دیگر از اینا همه به بازار وابسته‌اند. اونو رو ما نمیتونیم که در یک ساعت نگه داریم. ببینیم برق ما نمیتونیم که برای مردم خودمون ارزان ترین کنیم، زیرا که بانک‌های جهانی هستن، اینوسترها هستن و وقتی که مبلغ برای آبادکاری برق رقم میتن، اصول میمونن که 50 سنت باید باشد برق شما، و حکومت و دولت نمیگوید، مبلغ گذاری نمیکند، ساها ممکن که 5-10 سال پس ای بین رود. برای همین وقتی که ما عامل‌های سبب‌های نمیدونیم که چی است در پایان و چی گونه عوض می شود این طبقه ها، برای همین بعد یک گروه مردمی از خیلی مینولد بنولیدن. استاد شما ببینید درست قید کردید، گفتید که بله علم معارف هم وابسته به بازار است، به شرایط است، به زندگی است. درست. یک چیز یادآور شد از تاریخ جنگ های دنیا، گفتید این همه وقت جنگ خودش یک بدبختی می آورد، شکست می آورد و مثال وارد جنگ شهروندی تاجیکستان و درباره معاش این چیزا. ولی اون کشورهایی که واقعا وارد جنگ ها بودن، جنگ شدن، ما میبینیم که بعد اون شکست ها یک نفوذهای هم کردن، یک پیشروی ها شد. یعنی همون انا ماری شیمل میگه که وقتی جنگ آلمان که ما را ناامید کرد، ما شکست بودیم، همین خواندن مثنوی یعنی مولانا دوباره ما را امید بخشید و به این امید ما زندگی کردیم و ساختیم دوباره آلمان. یعنی همین گونه است. ولی چرا امروز در ما وقتی من در کشور از جمله، در گروه از جمله ناامیدی در بخش علم، کتاب، دانش بیشتر و بیشتر میگردد، نوبسته به تبلیغات ها، نوبسته به برنامه ها. شما عامل همین را در چی میبینید؟ فکر شخصی خودتون است در چی میبینید؟ چرا اینقدر یک ناامیدی است و فکر شما گفتید که آینده شاید خوب شود، برخی میگن نه شاید آینده همون طوری که ما انتظاریم نشود. نظرتون چی است استاد؟ از ناامیدی امید از پایان شب سفید است. گفتن بزرگان ما باید از یگم حالت یگم موقعی که امروز مشکلی دارد یا که امروز در سطح بلند ارزیابی نمیگردد، چی میگیم، دلخنک نشویم، باید سردی رئیس نکنیم و کمر همت بسته شود که این کشور در طول تاریخ هم که کشوری ارزنده همه احترام و اعتبار بود باقی ماند و تاجیکان در تمام دنیا که امروز پهن گشتن افتخار از این کشور میکنن، از حکومت از دولت داریا میکنن. ما باید دو چیزا درک کنیم. بسیاری ها میگن که برای چی ما رنگ ژاپن، رنگ مثل امریکا یا که مثل فنلاند یا مثل سینگاپور یا که ایسلند، سوئد نمیتونیم در علم و معارف وای شویم، درسیاب شویم؟ بله. سبب ها بسیارن. ببین سال 45 وقتی که 8 و 9 آگوست با شهر هیروشیما ناگاساکی امریکایی ها بمب پرتافتن، بمب باران کردن در شهر ژاپن رو. خیلی خساراتی بزرگ هم داده شده، ژاپن شکست خورد در اون جنگ و تسلیم هم شد و امپراتور ژاپن یک فرمانی ما میگیم افیسیال نیو، یک فرمانی غیر رسمی میداد به همه همون نماینده‌هاش که علما، مهندسا، کارمندای ساحه علم و تکنیک همین را کوشش کنین که همشون در جای مخصوص نگاه بدارین که ضرری چی نبینن، جانی نبینن. وقتی که مردم پرسونش کرد که برای چی کمپیر و موش سفید و گوداکو را نگاه نکردید، اینو را نگاه کردید؟ و میگه که من فکر کردم که من کمپیر و موش سفید را باید نگاه دارم، حفظ کنم، لیکن اونو دیگر برای کشور هیچی داده نمیتونن، برای 70 80 90 سالن
کودک نوزاد هم 20 سال 25 سالی در کار کی بعد با یک کشور یک خدمت کند و این گروه بدن علما اختراعکارا جوانای همو علم آموز یا که بگیم انجینر تکنیکی کادرها میگه اینو نگاه داشتن اینو سبب رشد کشور شد و действительно یا که حقیقت هم بگیریم ژاپن بعد جنگ 15-20 سال پس چیزای کشف کرد که اما امریکایی که امروی شوروی که اونا بمب پرتافته بودن ماشین میخرن اول ژاپن تلفن میخرن ژاپن یعنی خریدار بزرگ مال و کالای ژاپن شدن بله بعد دیگه ماشین است که در همون تربیه امپراتوری امونو بسیار موقع علم معارف بلنده یک گروه دیگر من خورده بودم در دوره مسکو خوندن اسپیرانتورا بودنم همکورسوم من خونهاشون خیلی دعوت میشدیم یکم زاد روز داشتن یا که یکم روزای عید میشید یک چند دشه مشاهده میکردم یک خواهر داشتن یا یک دو در رنگ ما 5-6 تا ندارن و اویلای پیشش 3 فرزند داشت او زیاد نبود دوره ما میخوندیم دوره سویتی همون برادرشون یا که همون خواهرکشون 6 نفر تربیه میکردن 6 نفر یک نفر تربیه میکرد بله پدر و مادری خودش بیبی و بابی طرف مادریش بابا و بیبی طرف پدریش همه در همین فکر همین بودن خیلی برادرش اندری همکورسی من بود اندری هم ماتماتیکش همین حل میکرد میداد یک کودک 6 نفر سهمگذاری پیشرویش بودند پدر و بیبی بابایش میبردنش مکتب موسیقی مینواخت نوت از یاد میکرد خروکش میدادن میآوردنش مکتبش از مکتبش اینو رفته ساعت 4 میگرفتن میآوردنش مکتب مخصوصی فیزمات شکولا میگفتیم در اونجا با درس فیزیک ماتماتیکش میدادن گرداشته خونه میآوردنش با خونه د پدر و مادرش ну-ка Сергей что ты сегодня сделал ну-ка покажи какие оценки у тебя گفته با فقط دلتیو فقط دستگیری میکردن بعد ما استودن فکر کردم که یک کودک که 6 نفر در تربیهش و در علم آموزیش سهمگذار باشن و حقیقتا خود زور میشود با سواد و دانا میشود درست در موکن مقایسه میکردم خودم هم مقایسه میکردم خیلی پدر مادر بیچاره من جنگ میکردن خیلی جان بشین خون و فوتبال میزدیم تو 2-3 ساعت در کوچه بعد خیلی دوره پختچینی هم بود پخته هم میرفتیم میچیندیم گفتی و برادر نوبت پودا هم میرفتیم ببینید که ما در کدوم محیط تربیه افتیم و در همون علم وارد شدیم و اندری و دودارای اونو که در درونی مرکز همون علم و فرهنگ بودند و با یک از 6 نفر وادار بودن سبب بودن که بخونه و پیش رود این چیزا ببینین از اویلا از محیط از جامعه بسیار وابستگی دارن که ما چیکار میکنیم یک همکورسی یهودی داشتم فرید ساشا بسیار با سواد بود بسیار در سواد بلند بود و پشتی علمی معارف نبود فقط در فکر پول جمع کنی سودا بود میرفت از هر کورو بلیتی فوتبال بخرید روز فوتبال می اومد اما را با قیمت میفروخت ما در همون نزدیک میدان لوژنیکی میخوندیم مسکو سنس مترو لنسکی گوری و سپارتیونی بار بودن میرفت نوبت میستاد 10 بلیت فوتبال اسپارتاک دینامو کیف میخرید روزی فوتبال میرفت اونجا میستاد 5 برابر اون را قیمت میفروخت آدمای می اومدن که ضرور بودن که در اومده فوتبال ببینن چند برابر قیمت میخرن یا که در تئاتر میرفت نوبت میستاد میگو که для семья нашей купим билет 5-6 تا بلیت تئاتر میخرید روزی که اسپکتاکل سر میشید سر نیو بگه رفت اونجا میستاد آدمایی که بلیت نداشتن و بسیار میخواستن که همین برنامه همون اکتورای نامی را ببینن با چند سومی بخواستن تیکت میگرفتن میدر اومدن پول کار میکرد در دوره سیم کورسیمون بعد من براش пристал Саш ты что делаешь как там понятно неудобно-то это воспитание у тебя коммунистическое гуфта я должен знать что собирать بعد خونهشون مهمون شدیم پدرش خیلی پدرش گفت که بابای ما خیلی گفت از همون خادمای کلام بدن تربیه فرزنده هیچ وقت سرکوب نمیکنن ما کمتر کار دشنامش میکنیم یا شپلوخش میزنیم یا دیگر گپو میگیم و یا هیچ وقت در تربیه فرزندشون جهل استفاده نمیبرن و یا میگنش ابرامچیک اوکی سارا میخوای تو آدم بزرگترین یمی دنیا باشی پرزیدنت شوی یا که یک آدم بزرگی یمی کاری دولتی دنیایی شوی همه پیش تو
خرسنده آلوده باشن. و میگه داخچو این خیلی باشه، میگه فقط میخونی، شب و روز میخونی، ما تمام همون شرایط خوندن تا تامین میکنیم، یگان کار دیگه نمیکنی، فقط میخونی که همون سعادت بالا باشی، بلندترین باشی. و گودک دیگه فقط کار شب روز خوندن بود. انا که ابرام یک سرگی یک نورش میگه که نه یعنی хочу себе мучить, это мучение учеба, это столько надо трудиться, من نمیخوام. میگه خیلی میگه نمیخوای بسیار خوب سپوژینگ میشه یا سرتروش میشه. میگه نه که انا همین خیلی سرتروش و انا همین خیلی تعمیرگر پاپوشی میشه سپوژینگ میشه کی و پاور میشه کی همون بزرگی که خونده بود و بلندترین پویده نزد تو بیاید. این درجه بلند باشه و تخصص او بلندترین ای همون یهودی خچون ای یهودیشون سرتروش ای همون بزرگ پیش ای بیاید سرتروشش بفهمه اوضاع میشه که توفیق از همه سرتروشی بهترین شهری شنبه یک شهری مسکو همون یهودی خچون که هم وظیفه بلند کاری بلند ای یک روز میگه که موی سری من یک اورو بکن خشوکه بعد میپرسش ну как Абрамчик дела? Хай бега нормально, все хорошо, я работаю, я зарабатываю хорошо, у меня вот место ничего, но если возможность будет, я хочу это расширить это место и 3-4 своего ученика подготовить, чтобы было еще больше вложены деньги. Ай марда гоху дасади баланда ку барои чией ё пул додан ё ки амиҷара гирифта додан. Хорошо, поможем. Мегиран ёрдамаш мекунан, Абрам 3 хонаи дигада ҷои сартрошхонагӣ мекунад. ё ки хай повра ё ки ин ҳамин хел соскин аст. Як ҷамъият сохта як тарбияи бисёр дар китобҳоира наменависанд. Фақат меган. Насл ба насл насиҳат мекунанд ки ту агар хоҳӣ олими бузург мешавӣ ё ки бисёр доно дар ҷаҳон маъмул мешавӣ, фақат мехонӣ неки. Ана униш мега ки не ман намехом хондан кори душворе мушкилай ҳалли масъалаҳои физикию математикӣ мара дар ҷонам задагиай ман дигар намехом олими бузург шидан ё ки корро пеш бишан. Хай мега нахон ина сапожик ша ё сартроша ё ина устои ҳами таъмири ҳами чизо шава, лекин дар ҳами ҷаҳан бояд ту дар сатҳи баландтарин бузургтарин бурое ки اون بزرگایی که خوندن بزرگ شدن پیش تو بیاین. یعنی استاد شما عنوان یک پداگوگ یک نفری که در همین ساحه خیلی کار کرده، تربیت شرقی ما نادرستی ها دارد؟ بله. یعنی خطایی ها دارد. کجاش خطا است به فکر شما؟ تربیت شرقی ما باز میگم از اویلا مشکلی های اون داره که ما به فرزندامون اصلا کم اهمیت میدیم. من گفتم موزیکو در صورت خاصمون که برای یک حالت بود برای تربیت فرزند در همون لیسه‌های اولینی اومده بوده پولکیو $100 دادن آدمو نمیخواستن. این مکتب دولت خودش بوده کتاب خودش بخره بوده همه چیز دولت بکند این بچه را کلون کند تیور کند و همه کار دولت نمیرسد. فرزند ما و شما است. من براشون میگفتم ای برادرو با فرزند خودتون مبلغ گذاری کنین ولاژینی کنین تربیتش ده علمش ده جهان بینیش ده 15 سال پس میبینین که همون چی فایده میاره. و مثلا هم اومدم چندین بچه‌هایی که خوندن از اونجا برآمدن زبان انگلیسی را نغز میدونستن، ریاضی را خوب میدونستن، فیزیک را در لابراتوری اکسپریمنت ها دیده بودن. امروز در تمام کشورهای خارجی ما ای توجیکای موفق همونا هستن، در امریکا هم هست. یعنی کسانی که براشون مبلغ گذاری شد یعنی پول داده شد. بله تو با فرزند اگر دستیاری پدر و مادر خودش نرسد مکتب جامعه دولت کشور امکانات محدود دارد، میخواهی نمیخواهی. ببینین دوره شوروی خونه اینترنتی کودکانهایی که بدن برای یتیمان و برای همه طلبه‌هاشون با سوال میبرآمدن. برای چی؟ برای که شب روز همونجا بدن. اونو دیگر یکان کاری دیگر دست دادن نمیتونستن. کوچه‌گردی نبود، تا ساعت 10 شب فوتبال بازی نبود، تا کوچه دیگر توی بود داو توی رفته با رقص بازیکنی نبود. اونو در همون محیط اینترنت یا خانه بچگانه تربیه همه طرفه گرفتگی بودن و همون تربیه هم با بسیارش از روسیه آمده بودن، استاداشون و معلماشون زباندانی خوب هم شدن، متمتیکای خوب هم شدن، شخصیت‌های ورزیده همه کشورم بسیارش تربیت دگوی همون خانه‌های بچگانه دوره شوروی ان. برای چی؟ برای که محیطی مطابق باید باشد، موافق باشد که بچه پیش رود. آخی ما در خانه‌مون بین خیلی بسیاری امروز دارن حالت. مثلا خونه من اگر بگای مهمون بیاد من دیگر امکانیت فرزندان قطعی
درس تئوریکی ندارم، زیرا که مهمون اومده، من مهمون قطع میشینم پرسپوز خشتبار گفتگوزار اونو را تا انجام میتیم. اگر نروم باشه مونن، اگر برای اونو جو تیار کرد. و همین خاطر محیطی اویلوی مون سازگاری خوبی رشد نمو نیست. جامعه امروزه ما به خود اومده کن، بسیاری حوزه فرزندانشون در مکتب خصوصی پول میتن میخونن، کوشش میکنن بیرون کشور برون بخونن که چیز دیگر رو ببینن، دنیای دیگر رو ببینن، درک کنن، زبان انگلیسی و فرانسوی و نمیسی رو بدونن. یک قطار ترجمه های کتاب ها و برنامه که درباره نابغه ها کردین، یعنی این همین خراسان اینقدر نابغه های را به بشریت داد، مثل سینا و فارابی و بیرون، این خیلی زیادن، ما نمی چند تاشون میدونیم ولی خیلی زیاد هستن. چی شد اونجا؟ چی تربیه بود که ما از اونجا کنده شدیم؟ میگیم که تربیه اگر نادرست میشید، اونا از کجا اومدن؟ از کدام تربیه اینقدر رشد کردن، مراکز علمی تأسیس دادن، پیش رفتن؟ ولی ما در یک وقتی تاریخ، در یک وقتی زمانی اومده میگیم که نه، این تربیه ما نادرست بوده، ما از این اروپایی و آمریکایی باید عبرت گیریم برای پیش رفتن، یا که از این یوری ها باید عبرت گیریم. ولی اونجا این حادثه شد. نظرتون به این چه؟ این سوال اساس داد اینجا. ببینید اونجا چی محیط بود. خیلی اولش که محیطی آرام بود، محیطی گیم تکنولوژی امروزه نبود، فرزندو نه تلویزیون دیدگی بودن، نه رادیو، نه بازی و نه یگام چیز نبود. یگونه شوق حواسی مردم به آسمان بود، تلویزیون به پول آسمان بود، ستاره را نگاه میکردن، یگام فکر به همون برج ستاره میکردن بگیم. یگونه چیزی که برای مشاهده بود. دوم در همون دوره ممکن از طرف اسلام بود، ممکن از طرف جامعه بود، ممکن از همون پایگیری های تاریخی وصل همین مردم بود که علم بسیار قدر داشت. ببین که علما یک شخصیت های بسیار بلند پایه دربار بودن و هر شاه و هر همون امپراتور گوییم که گوییم کوشش میکردن که در دربارشون این یک فخر بود، یک امتیاز بود. هر کسی که بیشتر داشت او قدرتمند احساس میکرد. بله، اونو بعد دربار خود جمع میکردن. بینمون دهشت آوری که چنگیز خان هم بود، نبیرش هم بود، خلاگو هم. تا نصرالدین توسی را به دربار نبردن، ابرو نداشتن. تا عمر خیام نظام الملک به دربار نبرد، تقویم و نجوم برای اونا ابرو نداشتن. چندین همون شاه و وزیرانی با فرهنگ از همون علمانی در دربارشون بوده، در کتابشون افتخار کردن که من اگر در سیاست از بگیم یونان و از روم اگر یک چیزی آموخته باشم، در علم و در معرفت استاد من ابو محمود خوجندی بود، استاد من عمر ابراهیم خیام بود. گفته افتخار انا اونجا که بود و دربار که به همین چیز که رو می آورد، این مردمی جوان، این اویلا همه کوشش میکنن که فرزنداشون چی شوند؟ فکر نمیکنید که این روزم وضعیت همین است؟ یعنی یک کشوری قدرتمند با داشتن یک اکادمی با قوت، با داشتن اینستیتوت با قوت، با داشتن تجربه‌گاهی با قوت فخر میکند یا با نشان دادن این، یعنی هنوزم وضعیت تغییر نکرده. من فکر میکنم شکل نوتر شده است، افتخارات نوتر شده است. استاد پیش از آن که با چند سال من از معارف برای شما بکنم، در آخر میخواستم شما در این بخش علم گفتیم جوانان علم، بسیاری ها میگن جوانان ما دلسردن، کمتر به سمت علم های طبیعی ریاضی میروند. شما علتش در چی میبینید؟ خب باز میگم یکم مشکلی علتش اویلا و فرزنداشون با علم های دقیق فیزیکا، شیمیکا، تکنیکی کم مراغ ظاهر میکنن، برای که دشوار فهم است این فن ها. خودشون تعلیم دادنشون در مکتب، در اویلا، بعد خیلی تا 20 سال اخیر در اویلا ها هم دیگه قریب که 90% مردم که در بازار کار میکنند در دیگه کاران از این چیزا خودشون معلومات کافی ندارن که با فرزنداشون تیان. چون که مکتب 6-8 ساعته، 18 ساعت فرزند با پدر و مادر شه. در اینجا باید ما اصولی بسیار جدی اویلا را برامونیم که فرزند 18 ساعت در اختیار شما است. 6 ساعت مکتب چقدر زحمت هم بکشد، اکادمی که بیاره اینشتین در همونجا مونی درس بده، اگر که طلبه میره هوس نداشته باشد، میره هوس و نمیره ود به ایرو بعد دیمش بینید. برای چی یک وقتی معینی ما حوزی اما میخواه یوریس اکونومیست شود؟ برای چی؟ یا بانکدار میخواه شود؟ نمیسه. برای چی؟ برای که خیلی در همسایگیشون دیدن یک مردی تاجر یا که یک بانکیر یا که یک پروکورور که خونه و فسان، ماشین و فسان، دیلی گودک بچه میره نقش داره دوستان دیدن. اکشی گفتی رسو همیشه ما اطراف تربیه میگیریم یا که اطراف انتی تربیه میگیریم.
و یا دیدن که یک همسایه‌شون تاجر بود یا که بانک ملی دا کار میکرد یا که بانک سود بود یا پروکرور بود. بله اونو زندگیشون در 20 سال 30 سال خوب شد. این به مفکوره کودک میگه که بیمام یوریست شوم، بیمانم چی شوم، تاجر شوم، بیمانم همون سوها دارم. برای همین علوم طبیعی دقیق تکنیکی بسیار محیطی تنگ یا که محیطی کم دموندن و اون بچه‌ای که به همین فنها میرون این هم یک افتخار ما از همون هم میدونیم که آینده فرزندان باید در بسیار چون حمایت‌های دولتی باید داشته باشن، جایگاهی نباید دولت حفظ کنه، یک مقدار حمایت‌های باید داشته باشن که امتیازهای کلان باید با این چیزا باشد. استاد ما آموزش 20 ساله علم دقیق تئوری و تکنیک قبول شد از طرف حکومت و بسیار سمت‌های خوبی کاری را جاری کرده است از پیشروی و میشود. یک چیز دیگر است در ما افسوس که همین چیز نیست. در خارج بچه‌های جوانی ما رفتن دیدن ژاپن، سنگاپور، خطای میرن میبینن. یک رفیق دوره مسکوی من همراه در مسکو در اون لابراتوری استرافیزیک استراکلیمات کار میکردیم. استرالیا رفت، انگلیسی را که نقص میدونست و استرالیا رفت. در اون استرالیا کار دا گرفتنش لابراتوری دا و تلسکوپ قطعی کار کرد. بعد همه خیلماواشش میدودن که دیگه زیاد شد ای پروقیبا شدگی بود. من نوشتمش خش که Андрей Таковинин, давай сделаем какой-нибудь проект, навіть хейл мне от этих проектов уже ужас. Так много их, что я не могу уже вложиться. Мне такие деньги дают здесь, что. ببین برای تحقیقی نقص علم خوب یک مبلغی میتین که یعنی برای علم خوب همه دنیا درش باز است. تمام و دولت‌های اونو که بر قدرتند موقعیت علم دا که بسیار پیشروی دارن میتونن این کارا کنن. در ما ببین 90% کارخانه‌های صنعتی ما یک تیم برای یکم علم جدا نمیکنن که اومده در استثمارات همونو یکم نوآوری کنن. نه کارخانه صنعتی سنگش، نه کارخانه صنعتی بگیم شیر، نه کارخانه صنعتی رساندگی، نه کارخانه روحانی. یکم تامینو لایه‌های اعلام نمیکنن که لایه در برای تجدیدی کارکردی مثال بگذار فلان یک مسئله تامینو علما همون کارا بکنن، برون تجربه کنن، همون چه جوری کنن صنعتشون پیش بره. ما در دولتمون ما برنامه‌های بسیار جور داریم. نام دارد علاقه علم با استحصالات. یک تریوگولنیک است، یک سکنجه است. علم، استحصالات، تجربه. مثلا در اختصاص تکنیکی تکنولوژی به این نمیشود. در اختصاص تکنیکی تکنولوژی تو اگر استحصالات رو با علم نیارد و استحصالات همین چی میگیم سطح پس میمونه. مثلا همین چیزی ما رو همین شنبه در میگیرن دیگه بیرون بردش نمیشود. وقتی که علم در استحصالات تجربه دارد، علم در استحصالات سهمگذاری میکند، نوآوری ها را جوری میکند، بگذار یک روچکه نو براریم که ممکن که با رنگ آب بنویسه با چرنیل مثال تمام دنیا میگیرش. برای علم باید ایتسا در تجربه عملی کنند، کارگزاری کنند. بسازد. نه تنها کارخانه است، چون مهمه دادید که نه تاجران نه سرمایه‌داران هوس ندارن برای علم مبلغ گذاری کنه. استحصالات در دست کی امروز؟ در دست همون صاحب کار و تاجران. بله. دیگر نباید فویزی کارخانه‌های صنعتی خصوصیان و باید که در نزد خودشون علما را جمع کرده باشند، در نزد خودشون مرکزهای علمی تحقیقاتی داشته باشند، در نزد خودشون باید لایه‌های برنامه‌های رشد همون نوآوری ساحه‌شون را چکنن. از اینجا شروع میشد پیشرفت و تغییر. تئوری جو میورن یک خطوری رو که یک میلیون میارن همینجا میسته 4-5 کس یاد میته تمام. حالا که امر ما در خمو کده باید بتونیم. ما داریم بچه‌های نوبغه‌ای که در مهندسی و تکنیکی و علم و دانشگاه تکنیکی، دانشگاه تکنولوژی، دانشگاه دیگرمون دور امکاناتی همون رو تئور کردن. فقط کارخانه‌های ما اولی درنگ خارجه و این چیز توجه ندارند. برنامه شد، حکومت برنامه قبول کرد، وزارت صنعت تکنولوژی نو با اونو سپارش دادگی است که با مکتب‌های عالی برای تجربه آموزی دانشجویان برای همون هم کار کنین. کارخانه شیر شهر دوشنبه رفیق برادری دیرکتورش خودش اومده در دانشگاه تکنولوژی ما همچون رئیس گیک اشتراک میکرد، میدید که بچه‌های بسوادن همش کارخانه‌اش خود کار میبود. همون بچه‌ها همشون امروز سرمهندس و تکنولوژی پیشرفته و یکتاش یکم نمودی نوی یخماسا کرد داد، یکتاش یک نمودی نوی سمیتن با یکم چیز دیگه فروکتوز کرد داد. همشون صاحب خانه و ماشین کار شدن برای که رئیس کارخانه خودش اهل علم و اهل فهم کامل زاده می اومد
در همون انتیوم دولتی همونش رئیسی میکرد، همون فاکولتتی که 8 10 15 طلبه داشتیم یا که دانشجو داشتیم و کور میبرد چون خودش ده. خود یک سوال دیگه در بخش معارف میتونیم بگذاریم به بخش نجوم، بخش تخصصی خودتون. ناقص از اون چیزی که ما میگیم واقعا کادرها متخصصان درس‌ها نقش خیلی کلیدی دارن. بسیاری از ما در این برنامه کتابخوان سوال گذاری میکنم، ما در شهرهای زیاد اینا میخونیم. خب میگن چندین وزیر معارف عوض شد، جانشینا عوض شدن و هر سال یا چند سال یک تحولات، گاه به نظام تستی، گاه به نظام دیگرش میگذاریم و میگیم آینده خوب میشه، ولی میگن این نظام یک نظام است که باید زودتر از همه نظام‌ها تز مسئلهش حل شد و ما یک انقلاب در علم احساس کنیم، خصوصا در سایه معارف. ولی میگن اینش میرود اینش میاد، هیچ تغییراتی نیست. نظر شما همچون یک پداگوگ در این موضوع چی است؟ در این فکر چی است که اصلاحات از سطح وزارت اداره ها وابسته است یا که کلی مردم در اون باید شرکت داشته باشن یا جامعه؟ نظرتون چیست؟ چرا تغییرات زود مردم در سایه معارف احساس نمیکنند استاد؟ خب باز میگم که عامل ها خیلی زیادن. عامل ها از سالی شوروی برهم خوردن گیریم یا که بعد جنگ شهروندی هم بگیریم، عامل ها بسیارن و نظام مرکب است. گفتن در هر جا شیشتن نسبت استاد و نسبت دانشجو نسبت طلبه ایراد گرفتن، این کاری بسیار آسان است. مردم 90% ما همین کمبودگیری در بسیار استای ما یک روی حلی معمول یا پرابلم را نشون دادن نمیکنیم، یک عمل باشه وارد عمل نمیشیم. خودمون در تمام دولت‌های کشورهای خارجی جامعه در حل همه مسئله های اجتماعی اشتراک میکنند. پدر و مادر خیلی وزید تعریف نکنید 90% پدر و مادرای مولی ممکن مکتبی بچه‌شون رفتگی نباشن، فرزندشون ندونن که از سر تو بگی چی میخونند. جامعه ما جامعه دنگ بی‌طرف است، برای که خیلی زندگی و کارشون در بندن بزرگن بیچاره پدر و مادر و فرزندشون مهاجرت است. مشکلی های دیده که اجتماعی است. نظام معارف بسیار نظام مرکبی کنسرواتیوی است. کنسرواتیوی میدونید چی است؟ از این بالا معلم چی گفت طلبه ممبر باید اجرا کند، یک دیرکتور مکتب چی که گفت تمام معلم ممبر باید اجرا کند. خب وزیر معارف چی گفت باید تمام ساختار رعایت کنند اجرا کنند. آیا گفته های اونا در زمینه همین گفته در همین محیط اجرا شونده هست یا نه؟ یا مطابقت میکند یا نه سنجیده شده است یا نه؟ اینم به نظر باید بگیریم. برای همین وقتی که بسیار میگم ما باید اصلاحات کنیم، با 12 سال گذاریم، با 10 بالا 20 بالا گذاریم. فقط در موضوع اصلاحات هست گپ. اینو همه در همه دولت‌ها شدن دیگر. مکتب 12 ساله در اروپا پرن، در افغانستان هم بدست. همون 10 بالا در تمام دنیا هست. او یگون مشکلی ندارد. او وعده در جوای واری کردن جوری کردن هم بهمونی ایوای. یک خصوصیت چیه؟ مثال هر دمان باهای 4 امروز گرفتیم ها. 4 تو 4 من باید فرق کنه آخی. برای موت یخل نیستیم کو. یخل جواب ندادیم کو. انا همین 4 ای خودت اگر جوابت بسیار خوب باشه 4 تا ای 4 من باید فرق کند. انا در همین نظام 10 بالا انا همینو فرق میکنن. یعنی اون نظام شوروی خطا بود که با این شکل تربیت کرد مردم. 4 یخل میداد 5 یخل میداد. با همون جامعه با همون دوره مطابق بود. امروز جامعه جهانی ما تیز تغییر یابنده نام دارد و ما باید که از اطرافیان ما قفا نمونیم. ما کوشش کنیم که از اونها هم باید پیش برویم. برای همین هم جاری نمودن نظامی بگذار 12 ساله است، بگذار نظامی 10 بالا است، همش با یک تجربه و با یک اکسپریمنت باید که جوری شود. تجربه بله. دیم جامعه باید تیور باشد، پدر و مادر بدوند، معلم باید بدوند، در این سوهاش هم باید کار کرد. ببینین در ما خارجی وقتی که بچه ها را خوندنی روی میکنین، امریکا گیرین، انگلیس را گرفتن، تاریخ در اون مکتب میونه خوندگی دیگه، تاریخ در انجینری یا که تاریخ در فاکولته فیزیکا یا که در دیگر شیمی یا که در آیتی تکنولوژی دیگه تاریخ ادبیات فرهنگ نمیخونن نو. برای چی؟ برای که هم مکتب میونه در خوندن همون اساس شکی میدونن، همین تاریخ ریم، تاریخ یونان، تاریخ فارس تاجیک که بدونن اختصاصمند همون ساحه که نمیشون. برای اونو شرط نیست که بود در استودنتیشون 2 سال دیگه 3 سال دیگه با تکرار این رو تاریخ خلق تاجیک درس بدیم، با ادبیات درس بدیم، زبان تاجیکی درس بدیم. اون مکتبای اونجا تماما به اختصاص خچون روانن. ساخت
تمونه. برای همین باید بزرگ میشوند، زور میشوند. ما توصیه کورسی را فنوی را میخونیم که در اختصاص همون آدم هیچ سهم نمیگذارن. برای همین مکتب میونه ما باید استوار سخت باشد، جدی کار کند که بچه در همینجا همه دانشوی عمومی انسانی را بگیرد. بعد مکتب رو خیلی کردن رویه قچ دوکان در کار. بچه‌ای که فنی گومانیتر نظم چیکار میکنه در بیچاره در توصیف فیزیک فیزیک متماتیک قطعی عذابش میتیم گرانگش میکنیم رو افتاده میشود باید یا 2 یا 3 میگیرد زیغ میشود. مکتب رویه‌اش تیز جدو کنه در صنف 5 6 بچه‌های فیزیک متماتیک شیمی را نظم دونستگی میروان رویه خودشون دا طبیعی روزی. بچه‌ای که ادبیات زبان تاریخ نظم میبینن میروان رویه خودشون قطعی میشود. همه خوب. استاد بیایم به تخصص شما با نجوم شناسی و وارثان همون بیرونی و سینا و خوارزمی و بزرگان دیگر امروز در این سمت وضعیت چگونه است و امروز در این جنگ های تکنولوژی و این جنگ های کیهانی این موضوع هم خیلی یک موضوع داغ است در دیگر کشورها، ولی در کشور مثل یک خاموشی است. چرا؟ یا ما جای هست نمیشنویم نمیبینیم؟ جای هست نیست. یک ببینین چی معنی است. اصلا تاجیکستان یا که اون گذشته های ما یا خدا داد هستیم، اقلیم ما اقلیم استرونومی است. همین جایی که ما هستیم امروز تاجیکستان ما خودش از طرف بزرگوار از طرف طبیعت است، برای مناجمه شناخته شدگی ساخته شده. بله، وقتی که تحقیقات استرونومی کلیمت میگیم یا که اقلیم شناسی استرونومی میکنن میبینن که این موضوع کوهستان ما بهترین جا برای مشاهده های جرم‌های آسمانی هستند و اینا در همون دوره قدیم هم بگیم بودن رصدخانه ها در منطقه های خراسانی بزرگ و امروز هم بگیم از باقی مانده های شوروی ما 3 رصدخانه داریم در تاجیکستان. بله، به همین میدان کشورمون ما 3 رصدخانه بسیار بلند داریم. در حصار رصدخانه قدیم ترین مون است، بگیم اولین مون است رصدخانه حصار سال 60 وجود دارد. در بلندکوه‌های ناحیه دنقره سنگلاخ رصدخانه بین المللی داریم، یعنی در سطح جهانی اعتراف شده. سطح جهانی همه دنیا میدوندش. در بلندکوه‌های مرغاب کاسمیچسکی سنتر داریم، کیهان میآموزند. در همون مرغاب بلندکوی همون بدگی در 4200 4500 متر کاسمیچسکی نورهای کیهانی میگیم، همونا را میآموزند، میبینند تاثیرشون به زمین، به اتمسفر، به محیط چگونه است، چگونه. علمان تاجیک هستن از دیگه جا هم کار میکنن. هستن خارجی هم خواهش میکنن، التماس میکنن اومده در رصدخانه ما نشسته کارهای علمی تحقیقاتشون برن. تاجیکستان دوره شوروی، دوره ما خواندن ما کار کردن، یکی مرکز بزرگترین علمی نجوم در مشاهده ستاره‌های دمدار اکن کمیته ها بود. در ساحه علمی شاپوره ها متئورها بود. در ایونوسفر را آموزش تغییرات ایونوسفری میگیم. در همین 3 ساحه و ستاره‌های تغییر یابنده ما بسیار در سطح بین المللی در دوره شوروی جایگیر بودیم و چندین کشفیات علمان بزرگ در همین تاجیکستان شدگیان. سال 36 ستاره کشف کردگیان. سال 42 45 جنگ میشود. الک واسیج دابروولسکی از پیتریو که از لنینگراد و تاجیکستان روانش میکنن، پوچکش لنگ بود، بیچاره جنگ من نمیرود. مکتب برندی کمیته شناسی که ستاره دمدار تشکیل کرد، مشاهده ها را با متئورو جوری کرد، پلوت با بوجان و بعدی وای روبری کرد. و امروز هم بینین بودوی داریم که در نامش در سبک جهانی است، گلچهره اسرائیل و قاهره و که به نامش سیاره یا خرد یا که استروید نامگذاری شده است. به نام همه همین علمای من نامبر کردم. در تاجیکستان 8 سیاره خرد به نام هم نام تاجیکستان رصدخانه سور و 7 به نام علمان بزرگی ما دابروولسکی، الیگاسیویچ، پولاد باباجانوف، خرسند ایبادینویچ، گلچهره اسرائیل و قاهره و نامگذاری شدن. نام اینا ابدی در آسمان مونده شده است. به سیاره خرد استروید چون میگیم استروید. و مشاهده‌ای که در همین 3 رصدخانه من نامبر کردم گذرانده میشوند در شکلی بین المللی با لایه‌های بزرگی دولت‌های بزرگ عملی میگردن و بسیارشون خاراکتری
جای پنهانی نیست، خاراکتر مخفی دارن که برای همین قدر است جامعه اطلاع ندارد، آگاهی پیدا نمیکنه. ممکن نیست اوضاع روشن گفتن. استاد مثلا بسیار جامعه پلتفرم‌های مخصوص هستن، علما بشینن صحبت میکنن، بحثا میشه. مثلا در همین فضای اینترنتی بسیاری از کشورها این بسیار یک موضوع داغ است، موضوع کمی توسعه و جنگ‌های کیهانی. چرا درمون نیست این گونه موضوع با داشتن 3 رصدخانه و این قدر عالم و دانشمند؟ امروز من میخوام استاد وضعیت بگین که چرا این گونه است. اینا ببینین اگر در فیسبوک در این اینستیتوت استرافیزیک و اختش دارد، هر روز موضوع را بررسی میکنن، شروع علمون میگن، سمینارها میشود، مهمونای خارجی میان برآمد میکنن، در جشن کنفرانسی همش چوب میکنن. دیگرش چی است که بکن برنامه‌های مخصوصی تلویزیونی و رادیویی و فیسبوکی و دیگر رو باید که خودشون به این کارو دست بزنن به اون طرف. در موقع خفا نشوین کنسرت 20 نشون میدن چه برنامه‌های تعلیمی. همین تلویزیونی خودمونمونیم خیلی برنامه‌های چی بر اومده که تعلیمی شد. علم و طبیعت همش تعلیمی است، بهارستان تعلیمی است. سالایی که اخیر بله. کم است اینو. در تلویزیون با کمش 15-20 برنامه علمی معرفتی باید باشد که برای کودکای گپ زدن یادتیان، مناسبت کردن یادتیان، یک برنامه خوردی کودکای مثال باغچه و صدیق باشد. یک برنامه دیگه باشد که برای طلبه‌های صنف یک 4 روانه شود که نطق اونها را برو کرد، هوسمندیشون زیاد کرد، اونها را به علم و معرفت وادار کرد. برنامه مرکب‌تر برای بچه‌های صنف‌های 6 و 10 کرد که اینا به مرکبی علمشون شوند. 2-3 برنامه‌ای که به اختصاص آینده بچه‌ها روانه است. بگذار انجینیرای نامی برآمد کنن، بگذار مثالای علمای بزرگ متماتیک، ریاضی، فیزیکا برآمد کنن، در بارشون برنامه کنن که محیط پایان خبردار شود و پیروی کنند. بله، منظور ما این است که چرا میگم وارد همین بحثا کمتر میشن عالمانو. مثلا وقتی که ایلون ماسک یا نفر با همین با سیاره یک کشتی میفرستاد چقدر بررسی میشد، میدونید مثلا در روسیه اینا چقدر عالماش بررسی میکنن، با مردم پاسخ میتن، مردم با اونا سوال میتن، یا در امریکا یا در ایران خیلی فعالن مردم. چرا این کمیته این جامعه، چرا این سیاره این خیلی شد؟ ولی در ما عموما یک خاموشی است در این چیز. فقط ما یک چیز وقتی این موضوع میخزد میگیم ما بیرونی داشتیم، ما سینا داشتیم، ما خوارزمی داشتیم، ولی از این روز کمتر خبر داریم استاد. ما مشکلیمون این است، در این است، یعنی این چیزی که ما میبینیم. خب ببین باز عامل میکوبیم یا سبب میگیم، خیلی چند سبب دارد، همه حالت یا چی حادثه یا چی بندی ما گفتار کنیم یک عاملش طبیعی است یا که جیمی است یا که گفتن در کور است. در خارج ببین ایلون ماسک یا کیو را میگه و یا پول‌های دارن که با پول‌ها تمام علمای تاجیکستان هم ممکن که وادار کنی کار کند. ایلون ماسک میدونیم بله 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 با کیهان فضا پرواز کردن و راکت ساختن. اساس باز اگر به نظر بگیریم در همه جا با مسئله مالیوی مبلغ هم رول بازی میکنند. دیم باز میگم ما با 70 سال فعالیت ما با شوروی وقت داخل داشت. ما اگر از مسکو یک مکتوب می اومد که همین کار را اجرا کنین امور میکردیم، از اون بیرون هیچ کسی کار کرد دیگه نمیتونست، آزادی نداشت دیگه. بله ما رفتیم همروی پیوت ودایمش چگلوف خدا رحمتش کند پروفسور ام گیو رو برای ما یک رفیقی یک شاگرد دیگرش از ترکمنستان بود، کریس بود، یوری خان. ما 3 نفر رفتیم در بلند کوهی شگنو درواز یک جو است. ما اونجا همراه تلسکوپی فب داشتیم، فوتو الکتریک پریبلیزات میتیم مستوره قطبی را مشاهده میکردیم و تغییریابی اقلیم را مینوشتیم که به همینجا جای چه خیلی است بهادی معین کردن یا اتمسفر درجه یا تغییریابی اتمسفر پویون ده هو کیم گذاشت همون شخته تیلاکوری بود سال 83 84. ما دویم روزی کاریمون بود که شب یک پی ام گی ماشین اومد، 2 وایانی اومد از همه جو خبر کردن که اونجا 30 آدم بیگناه گشتیسن. اونجا جای چی است خاک مخصوص است، جای تیلو است، اخرانه دورت چی دورت. خیلی من محلیم برای من هیچی گپ نیم، محلی خدمت دارم. این کریس اومده از ترکمنستان پروفسور ام گیو خیلی پیوتم شغلوف از ام گیو بخیر یا مایور تاکویت گفته خیلی روس بوده از گلو شوشید بعدی پیوتم چی گفت که خیلی کاک پروگرام تاکویت ما مکتوب مخصوصی اینستیتوت تحقیقات علمی کیهانی و فیزیک اتمسفر داشتیم و پوینش ده امضای 2 قهرمان اتفاق سوویتی، دکتر علمای تکنیکی، دکتر علمای فیزیکا گریشکا گیرو کنستانتینویچ. همون یا چی کسمونافتی که موهای سری همه بله
پریشان داشته خنده آور خشو بود همون имзои هم بود. بعد пётр они говорит, есть такой человек пишет письмо, то никто не имеет права нас остановить где-нибудь и сказать, куда вы идете. Мы делаем для безопасности нашей страны что-то. همین سه کارگری امنیت گشتم رفتم. وقتی شوخی داکومنتی یا که مخصوص حجتی با حجت‌های مخفی کار کردن نداشت. و آدم دوستی نزدیکی همسین سالی گاگارین بود است. کاتی گاگارین جورا بودن، شینوس بودن، در پروازهای کیهانی رفته اشتراک میکردن. اما خیلی آدم کاتی ما اومدیم در همین کشور عزیزمون سال 83 مشاهده استرانومی بودیم. برنامه کتابخانه است و ما در این برنامه اگر آگاهی داشته باشید شما دنبال اندیشه هستیم، آگاهی هستیم، فکری سالم هستیم و کتابخوانی هستیم. من می‌خواستم شما چند فکر اندیشه تان رو اوید کتابخوانی برای جامعه، برای جوانان، برای کشور فایده، ضرر، پیشنهادی داشته باشید بگویید و برنامه رو خلاصه کنیم استاد. تشکر. یک چیزی خاصه عجیب است. دوره همون جوانی ها برای میرم ما در مترو میگشتیم زیر زمین 90% همون مردمی زیر زمین در واگن ها کتاب میخوندن. سال 80 82 83 85 تا 90 من همونجا بودم. همین مترو میدر اومدی مثل آدمایی که مسکویچکو میگفتن که مسکوی ها همه قریب کتاب خون بودن، دستشون یک کتاب، ژورنال، گازیت داشتن میخوندن. خیلی اومدگی که از ایرپورت یا اونجا می اومدن یا که مهمونایی که می اومدن میرفتن دستشون بیچاره برخالته داشتن، سونکه داشتن. یکی نسبت زیادی مردم در اتوبوس، در ترالیبوس، در تراموای، در مترو همه کتاب میخوند، گازیت میخوند، مجله میخوند. این یک ببینید تربیت همون دوره بود به همون مردم که میخوندن. در ما هم انا که فروغ من این مسائلی که موندن و دوستی ما حافظ رحمان هم چندین بار نوشت که در همه جا باید کتابخانه شود، مردم با کتابخوانی رو بیارد. به کتابخوانی بدونیش جامعه آینده ندارد. جامعه‌ای که آدماش باشندگاش سواد ندارن، علم ندارن، غلام یک کسی دیگر هم فردا. ما بدون جو میگم که تو نخونین، تو زور نشوین، خیلی ریختوی خدمتگار میشین، رسیم میرین کار میکنین، چیکار میکنین، ترانشه میکنین که میبخشی بزرگی اون رو رفتی سینه خیلتون. بهترین کار و بهترین راه مردم با کتابخوانی با علم و دانش رو آوردنه. اگر همین کار در سال آینده همین پیگیری رود، این مردم در آینده درخشانش میبینن که با جوانای با سعادت باز میبینیم عالمای نامدارم این مردم این کشور میبرویند. فقط راهوی انمون هوسمند کنی و خوندن چی را جوری کندر کن دیگر رو ندارن. مکتب بچه میخونه مجبوره برای مکتب میروه. دیگه ببین حافظ رحمان هم نوشته است که قسم زیادی دانشجو، من شوخی میکنم که یک دانشجو با یک دفتر مکتب بود که بره 5 سال هستن خیلی هم درست داره. یک دفتر یه وبشی داره، همون قطعیت دانشگاه میره، همون قطعی بود میکنه میره. از کجا او بعد دکم با سواد کسب میگیره؟ خیلی برای دیپلم اومده خونده، برای عسکری نروان گفته اومده میخونه. یک روحی میون که دیگر جامعه را کار کرد که اکادمی تحصیلات است، اکادمی علم است، اکادمی سوهای بسیارند و مشاورو هستند در همه سوها وزارت. باید راههای هوسمند کنی مردم با کتابخوانی زیاد شود که همه با کتابخوانی رو بیارد، از پیر برنو تا کودک تا همه جا آینده کشور است. در شرایطی که همه وسیله برای کتاب خواندن، مخصوصا کتاب الکترونیک امروز زیاد است، کتاب‌های صوتی زیاد است. بله امروز در جای کار ما اکادمی ما یک شوخی هم کردیم. وقتی من اسپیرانتی کتابخانه به نام لیلینک کتابخانه بزرگترین سرب مسکو ده بود میرفتیم، یک کتاب نامنویس میکردید تا میبردیم میدادید تو را ای خرانینی با توجه که خیلی بگذار جای کتاب نگاه داری باشه، حفظ کتاب میارن تو اسکالاتور قطعی روی میکنن تو میگیری. قریب یک ساعت یک نیم ساعت نوبت میستودیم. بعد من که خیلی کمتر اونجا خونده گشتگی بودم، دویم در کیسه‌ام قنفت یا شکلات میبردم، اول شکایت تبی و کتاب مرا رفته به نوبت میآورد. یک روی مناسبت بود که من بسیار نیستم چی درجه برای دسترس کردن کتاب برای کتاب. یا که من میرفتم در فاکولته کتابخانه اون میدر اومدم می نوشتم که کتاب فیزیکای زنیمت فیزیک را برای من پریلمن بیاریم بتین میگفتم. میومد میگفت که нету книги. Как это? Взял кто-то его читать, еще не вернули. ببین گرفتگی‌ها میخونن اولی آوردن میسپارن بعد من میگیرم. من نوبت میستم که کی کتاب گرفتگی‌ها
خیلی 10 کتاب هم باشه در هم کتابخونه 20 هم باشه همش دستی مردم طلبات زیاد است برای کتاب گرفتگیان خونده تمام کردن میورن میسپرن بعد ما رفته بنابرای کتاب میگیرم برام میخونم برای کتاب دسترس کردن یا که گفتن دوره موده نوبت استودن بود و پرس و پوز بود و جستجو بود امروز در تلفن در کامپیوتر تمام بیبلیوتیکای جهان کتاب‌های جهان خودت میخونید. ما همیشه استاد در برنامه یک شعر داریم که روز فرا برسد روز خدا کند که کلی مردم تاجیکستان که از سرمطالعه ترین مردم جهان بشوند اون وقت ما فکر میکنیم که به یک جامعه پر اقتدار خواهیم رسید. این برنامه کتابخوان بود. بار دیگر دانشم که در صحبت با ما بودن استاد عالم ساحه فیزیکا دکتر علم تاریخ در بخش نجوم استاد خیال بابایوف. بار دیگر با برنامه خوش آمدید. تشکر که دعوت را پذیرفتید و ما از استاد وعده میگیریم که در برنامه‌های دیگر اوید موضوعهای دیگر با ایشان صحبت خواهیم کرد. تا برنامه‌های دیگر خدا حافظتان. سربلند و پیروز و کامگار بمانید.